نیکولا تسلا، مخی که برق داشت ولی پول نه. اگه فکر میکنی تو زندگیت بد شانسی آوردی، صبر کن تا با نیکولا تسلا آشنا بشی. مردی که دنیا رو روشن کرد ولی خودش تا آخر عمر دنبال پریز گشت. تاریخ میگه هر کی دیر رسید از ماجرا جا موند. از کلئوپاترا تا انیشتین. تو هم میخوای جا نمونی؟ سابسکرایب کن و بپر تو دل تاریخ طنز ما. تسلا سال 1856 توی یه دهکده کوچیک به دنیا اومد. یه بار گربه‌ش رو نوازش کرد، جرقه زد، گفت مادر اینو ببین، این انرژیه. مادرش گفت نه پسرم، اون گربه‌ست که از برق گرفتگی نجات پیدا کرد. از همون بچگی عاشق اختراع بود. یه بار میخواست آسیا بسازه، نصف روستا رو برق گرفت. رفت آمریکا که با ادیسون کار کنه. تسلا گفت میتونم موتورای تو رو بهتر کنم. ادیسون گفت اگه تونستی $50,000 جایزه داری. تسلا انجام داد. ادیسون گفت منظورم دلار مجازی بود. از همون موقع رقابتشون شروع شد. ادیسون گفت برق مستقیم بهتره، تسلا گفت متناوب بهتره. یعنی دعواشون سر AC و DC بود قبل از اینکه گروه موسیقی AC/DC اصلا وجود داشته باشه. یه تایم ویژه است. بیوگرافی با استایل فان. مرسی که سابسکرایب میکنید. تسلا از اون مغزایی بود که وقتی بیکار میشد، بی جای اسکرول تو اینستا یه موتور اختراع میکرد. اختراعاش موتور القایی، رادیو، کنترل از راه دور، وایرلس و یه دستگاهی که هر وقت میخواست برق میزد. میگن یه بار اونقدر برق از خودش رد کرد که تا یه هفته شبخوابش روشن بود. ولی چون دنبال پول نبود، هر چی اختراع کرد دیگران به اسم خودشون ثبت کردن. در واقع دنیا از مغزش پول درآورد، خودش فقط شوکه خورد. آخرش فقیر شد. توی یه هتل کوچیک زندگی می‌کرد و تنها دوستش یه کبوتر بود. میگفت من اون کبوتر دوست دارم. کبوترم گفت باشه، فقط شارژم کن. میخواست انرژی مجانی برای همه درست کنه. ولی سرمایه‌دارا گفتن نه عزیزم، ما عاشق قبضیم. تسلا سال 1943 از دنیا رفت. ولی هر بار که لامپ خونت رو روشن میکنی، اون بالای یه نابغه لبخند میزنه و میگه بالاخره قبضتو دادی یا هنوز داری قسط برق میدی؟ ما درباره زندگی آدم‌ها گفتیم ولی خودمون هنوز نمیدونیم چی کار داریم میکنیم. بیو تایم، جایی که بیوگرافی هم شوخیه. راستی تو دوست داری توی ویدئوی بعدی راجع به کی صحبت کنیم؟ به نظرات فانتر جوایز ارزنده اهدا نمی شود.